با مقصد آمادگی برای استقبال سزاوار 5500 سالگی سرازم باستان در پرتو نقشه‌های کاری اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان، انستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و پایگاه باستانشناسی پنجکین سرازم در این شهرک قدیمی تاجیکان گفتگوهای باستانشناسی و تحقیقات‌های علمی از جانب مورخان، باستانشناسان و عالمان با موفقیت ادامه دارد. مورد ذکر است که علاقه از طرف عالمان و باستانشناسان ده‌ها نامگو بازیافت‌های تاریخی در این شهرک قدیمی پیدا گردیده برای تکمیل دادن تاریخ آن همه‌طرفه مساعدت می‌نمایند. یکی از باستانشناسان شناخته شهر باستانی پنجکین، شراف‌الدین قربانوف، جریان کارهای باستانشناسی را از جمله به ما چنین شرح داد. امروز در این یادگاری باستانی در 6 ابیکت‌های باستانشناسی کار ادامه یافته استادند و ما در این ابیکتی که قرار داریم ابیکت رقم 12 میباشد و یادگاری مذکور ابیکت مذکور سالی 2004 بار اول افریاد کرده شد و امروز ما ظرف قریب 15-16 سال است که در اینجا کارهای باستانشناسی را ادامه میدیم. در نتیجه گفتگوهای باستانشناسی ما در این یادگاری 4 قبط مدنی زمان سرازم را یافتیم، از قبط اول و تا قبط 4 و امروز برای تیار نمودن ابیکت مذکور برای جشن 5500 ساله کارهای باستانشناسی را ادامه داده استانیم. مورد ذکر است که از جانب انستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش نزد اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان اینجا گروهی از عالمان و محققان کارهای باستانشناسی را با موفقیت ادامه می‌بخشند. ضمن صحبت اشتراکچیان این گفتگوهای باستانشناسی اظهار داشتند که در جریان تحقیقات‌های علمی آنها به دریافت ده‌ها نامگوی مدرک‌ها و یادگاری‌های تاریخی شهر سرازم نائل گردیدند. دکتر علم‌های تاریخ سید مراد بابامولایف در شهرک قدیمی سرازم سالهای زیادی است با گفتگوهای باستانشناسی و تحقیقات‌های علمی مشغول میباشد. او درباره کشف گورستان در این یادگاری تاریخی به ما از جمله چنین اطلاع داد. حالا ما در یکی از قرغون‌هایی که به نزدیکی کشف کردیم قرار داریم و معلوم شد که در مرکز قرغون آدمان عالی رتبه را دفن کردند و این قرغون به نظر ما اولادی است، به خاطر که در گور یکم 3 نفر، در گور دوم هم 3 نفر و در گور دوم 2 نفر دفن شده و همراه دفن شدگان مثلا چقدر که ببینید اطرافی قبر با بوریا محکم کرده شده بود و بالای بعد از بالای بوریا رنگ احمر یعنی احمری صوف را زدن و بعدا پوستک رو در پایان پرفته در مرده را گل کردن. وقتی که مرده دوره دیگر کسی دیگر نوبتی می بود اون مرده رو جمع کردن در کنار می گذاشتن و بعدا ما میدانیم که این طرز گلکنی برای مردم سعودی با نام سخانه ها خیلی مشهور است که تا حالا در بعضی قسمت های تاجیکستان مثلا سخانه های اولادی باقی مانده است. واقعا امروزها در شهرک قدیمی سرازم کارهای تحقیقاتی، کاوش‌های باستانشناسی با مرام ادامه دارد. عالمان و محققان در همکاری با باستانشناسان دیگر کشورها تصمیم گرفتند که برای تکمیل بخشیدن تاریخ 5500 ساله سرازم کارهای زیادی را انجام می‌دهند و تا عرفه 5500 سالگی سرازم باستان آنها به معرض تماشابینان، مهمانان و عالمان و محققان جهان ده‌ها نامگوی بازیافت‌های نو را پیشنهاد خواهند کرد. گزارش عباس همراه ساده، اسماعیل جان خالف از شهرک قدیمی سرازم.